از شرکت ویونت تکنولوژی که همیشه حامی نخست ما بودن در نقش و پخش برنامه ها، ویدیوهای صفحه کانال یوتیوب ما و میتونین صفحه ویونت دنبال بکنین و بسته های اینترنت پرسرعت و قیمت کمتر بعد از بیاره. پاورپلی برای نیوزلند صورت گرفته و 5 نفر حمله خواهند کرد. اینجا زمانی است برای استفاده از فرصت ها. بازیکنان نیوزلند پشت محوطه جریمه ما، موقعیت خط دفاعی ما خوب کار کردن و برگشت داده میشه و خوشبختانه تو برگشت داده شد. یک لحظه احساس خطر کردیم و خوشبختانه توپی که تبدیل به گل نشد. ما نباید مقابل این تیم‌ها به این مشکلات و پیروزی برسیم. توقع ما خیلی زیاد است از ملی پوشان ما. موقعیت برای حمید رضا خطا نبود. خطا البته تصمیم داور مهمترین امر این دیدار هست و شاید در تصاویر خطای مشخص نبود. 5مین خطا و بعد از این 5مین خطا در 37 ثانیه باقی مانده هر خطایی که ما انجام بدیم تبدیل به پنالتی دوم خواهد شد. بعد جا خطا دادیم، بعد موقع خطا دادیم. 37 ثانیه تا پایان این دیدار. ویسل زده میشه. موقعیت این ضربه و مهدی نوروزی ماشاءالله به این بازیکن. موقعیت هست برای ما، این ضربه و گل 4 برای ما. خوشبختانه گل زده میشه توسط ملی پوش کشورمون که اگر اشتباه نکنم بله امید قنبری بود. خوب زد با پای غیر تخصصیش و کار تمام است برای نیوزلند. خوشبختانه به گل 4 رسیدیم. امیدوار هستم که از گزارش ما از دیدار که برای شما به نشر رساندیم لذت کافی را برده باشین. ضربه و کار عالی مهدی نوروزی. موقعیت برای گل 5، این ضربه و گل. پیروزی پرگل شد و دبل امید قنبری. گل 5 برای ما. چقدر سختی کشیدیم برای پیروزی. 1-1 بود، استرس خیلی زیاد بود. اینجا امید قنبری کار تمام کرد. هوشمندانه ضربه خودش زد، با ارتفاع هم زد تا گل توپ تبدیل به گل شد. و یک لحظه هواداران ما هم در ورزشگاه دیدیم که با بیرق خوش رنگ کشور ما حضور داشتند. بازیکنان تیم نیوزلند دیگه چیزی برای از دست دادن ندارند و اینجا هم ویسل پایان و پیروزی پرگل افغانستان مقابل نیوزلند که موفق شدیم 3 امتیاز این دیدار هم کسب کنیم. تبریک میگم به تمام شما هموطنان عزیز و ارجمند و امیدوار هستم که از گزارش بازی لذت کافی را برده باشین. جمعه بازی تایلند و افغانستان را فراموش نکنید. تا دیدار بعدی شما را به الله بی نیاز مسپارم. خداوند